در تازه ترین تحولات شاهدان عینی از تجمع تظاهر کنندگان در میدان فردوسی و از تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران خبر میدهند. همچنین گزارش‌هایی از ناآرامی در اصفهان رسیده است. کسری ناجی، BBC. گفتگویی داریم با یک شاهد عینی در تهران. میشه بفرمایید که شما الان کجا هستید؟ کدام نقطه تهران هستید و فضا اونجا چطوریه؟ الان خسته نباشید خدمت همه شما. ببخشید که بگم اینجا شلوغ سرتا میاد. من نزدیک مسجد امام حسن هستم، مردم دارن شعار میدن. من فقط گوشی رو میگم شعارا رو خودتون بشنوید. شعارا رو خودتون بشنوید. الو، مردم همه با هم دارن شعار میدن. شما صدای مردم رو داری کامل یا نه؟ بله ما صدای محیط و اونجایی که شما هستید رو داریم. میشه بگید که کدوم نقطه از تهران هست و میشه بگید که شاهد حضور چه جمعیتی هستید؟ من الان نزدیک مسجد امام حسن هستم. من فقط میگم صدای خودتون بشنوید. گوشی ببخشید. الو، صدا داری؟